حاضر من سخنی نوبتی را با کامل ممنونیت بعد شاعری خلقی تاریستان محمد باید بکنم. مرحبا سخنم. عشق فراز و دوام الهیات اکرم هر کس در زندگی برای نقش گذاشتن خیر در راه ماندن نام در دفتر ماندن و ارامه کاوکی و قدر همت خود در کنندن اشکانهایش بماند. البته دهها فرد دارم، دهها فرد دارم و با کارخانه ایجاد با دست خالی در آمدن ممکن است. به سر خالی در آمدن ممکن نیست. همین سر در میان مردم و نظام نصیب شده است. یک علم دانشمند است. در کلام پهلوی حیاتی ما صحبت کنیم، سخن می آورد. راستی شعر را از شاعران به خطاتر میخواد. ورد خوبتر میدونند از ورد نو. با همین قدر همیشه دانش خاکسارترین انسان است. من این کتاب نخوندم از سرفاز نگرفتم، لیکن از همون رسمایی که در همین کتاب جا گذاشته است، همین رسما معرفی میکند که همنشین سیاحتی است. با کی صحبت میکند؟ با یک بزرگانی کشور بیرون از مملکت و مدوید رو جواب گرداند و قرآن می‌نویسد و دیگر پهلوهای حیاتی ما را خوب معرفی میکنند. فرقیت این سیاح آن است که سیاح همان داشته باشد تیزی بر نیست. آن چنان استفاده میبرد حرف ایجاها را که دشمنم نر میکند، نادان هشیار میکند. مهمترین چیز در برای ایجادکار پرابلم گذاشتن است. در ایجادات پرابلم گذاشتن جای اول نیستند. همون رنگ سوزن چینی تارهای خفته را بیدار میکنند. وقتی پرابلم میبرید نوشته هایی که در آن پرابلم ندارد، مسئله های مهمی دلاوری و داخلی ندارد و نوشته ها همون هم ندارد. در ایجادیات سیاح خود از سوالها معلوم میشد که چی گفتن میخواهد، چی مینویسد و این مقاله ها را جز را از هفته‌نامه استسک میخوانند. همین با اندیشه من و دیگران کار ندارم. هفته‌نامه استسک گفتن از همین خلاصه برمیاد از همه مقاله ها و دیگر نوشته های مؤلف که استسلی سیاح تاجیکستان است. همه پهلو، همه ناحیه، همه مضافات، همه چی در جاش میاد. یعنی اگه سیر نشود رنگ صحرا با دیده وطندار طلا میتوند، جوهر میتوند، خس خالش از سبزه و گلها بهتر میتوند. سیاح همین گونه دید دارد. غیر از این کاری دشواری خود همچون و خیرخواهی مشهور است. میداند تبادلات زمان مبارزه های بینان آشکار میخواه هم دانشتن باشن، هم قوت داشته باشن آدمان که جوان گردوگر کنن در وقته های مشکل حیات. برای این خاطر این جوانمرد مثلا میدان ورزشی تشکیل کرد که فرزندان وطن یک گوشه وطن مشق کنند، آب و تاب بیاورند، در مسابقه های سفرهای بین خلقی اشتراک نام وطن بردارند. غیر از آن که بسیار با مسئله های ذهنی همین خیلی صرف میکنند. بسیار پرابلم ها در آچه که خاطره های دیگر نوشته جا میکنند. حتی این جوامرد کاری نیکو کردن از تو کردن است، شیار کردن، رمان هم نوشتن. قریب یک سال و چند خواست شماره های هفته‌نامه در رمانش نوشت. این رمانی است سپاسگزاری به اجداد و پیوندان و دیگران است که نه هر کس به جایی رسید،
همه دسته سیاد کنم از کلام نیستم پریستم همین کارشم اصلا ما مثلا ایجادکارم نام داره در خانه در خیال خیلی لیکن سیاه نامداری بین مردم است از یک سیاه نتواند که از خاکستر راه بسازد هنر دارد دانش همه طرفه دارد یک قوم یک فرهنگی پر از اوره های گوناگون رو میموند و با همه‌شان معنی دارد جواب دارد یعنی که میخواهد که امر خود را در جاده پیش گرفته صرف کند و در زیایی شدن مردم در روشناسی ملی در هویت ملی در پیدا شدن غایه ملی سرگردانه گوید آفرین به شما بار دیگر عمرتان دراز باد کلامتان همیشه تیز باشد و سخنهایتان تاثیرناکتر و دیرها باشد و از سخن شما از واژه شما سخنهای بسیار پیدا شود آدم‌ها رو به دانش بیارن رو به معرفت بیارن رو به وطنداری و به مملکتداری بیارن و ناموس دیگری ها رشد باشد حیات مهراب ناماند چونکه او به ستایش نیاز ندارد پاداش هم نآوردند برای آنکه به پاداش هم نیاز ندارد ولی یک سخن او در صحبت با استاد در فیسبوک خورشید عطاالله گفته است که من از ژورنالیستی پشیمانم همین گپ هست خورشید عطاالله استاد گفتن که من از ژورنالیستی پشیمانم اینجا قریب همه ژورنالیست ها هستند همون گپی یک لندن به یادم رسید که سال 1903 در لندن گفته بود یکی از گازیته های مشهورترین امریکا کانکورس اعلام کرد که در لندن یک محله هست محله ترشوبه ها این محله ترشوبه ها حتی پلیسمن ها رفته نمیتونن ملیسه ها رفته نمیتونن نترسن حتی آرمی را پرتافتن آرمی هم خفا گشت یک عالم جنایت یک عالم جهالت یک عالم مثلا فقیری و ناداری و پستی نسبی انسان همین یک لندن تقریبا 33 ساله میخیزد میگوید که من میروم همون ترشوبه را مینویسم پولی کلان میگیرد از گازیته سفر میکند از امریکا به لندن او میگوید که از اینجا زنده گشتن دشوار است چونکه در اونجا مردم در گورخانه های عمومی گور میکردند هر روز صدها نفر میموند میرود که من استراخوفکا کنم که همین مبادا اگر بر نگردم جسدی من کفته یابم بچند شرکتی همون چی میگوین همون استراخوفکا کردن چی هست؟ سهورته بچند شرکتی سهورته میبراید یگان شرکتی سهورته به گردن نمیگیرد میگوید اگر میخواهی در افریقا ما رفتترم جفتجو کرده میابیم لیکن در ترشوبه ها ما کفالت نمیدیم این آدم هر پولی که گرفته بوده است درده در بند میماند و همگی لباس های جورگوندی پوشیده به خاطر آنکه همچون ژورنالیست و همون واقعه درآید چند تنگه میگیرد پیسه میگیرد و به همون ترشوبه ها میرود خودش نوشته است که وقتی من رفتم میگوید این آدم را که دیدم این دنیای دیگر بود میگوید این دنیایی بود که من در عمرم نخورده بودم
این مرد و زن و موی سفید و برای $1 میگوید آدم میکشتن. من درست کردم که همین شام پیسه گرفتم. و میگوید رفتیم به یک خانه شب نوبت هست. آخران کسی که شب خواب در آمد من بودم میگوید. در یک خانه در آمدیم که بوی شیرینی البته سحر میگوید بر آمدیم. خلاصه که همونجا یک هفته می ایستد زنده میماند و با یک عذاب می آید و در همان لندن در یک مهمانخانه همین لیودی بیزدنه را می نویسد. آدمان بی عاقبت، آدمان ورطه، آدمان تگی ورطه. من همه اثرهای همین یک لندن خرید خواندگی هستم. من تلگیدن 3 بار خواندم. لیکن همه اثرها از یادم رفتن. انا همین لیودی بیزدنه که همچون ژورنالیست نوشته، همچون مشاهده‌کار، همچون واقع‌نگار در یاد من تا امروز مانده. آنچه من گفتم 40 سال پیش خواندم. برای همین من با دوستم حیات مدراس میگویم پشیمان نشو، تو خطا نکردی. این همه برادران تو برای تبریکت آمدند. امروز بهترین روز سعادت است. لیکن کتاب تو را به من نآوردن. من کتابم را تقدیم میکنم به من نرسوندن. چرا؟ خلاص کتاب بیار.